الرحمن رتل وزيد من در میان اهل سنت هم بعضی از فرقه ها هستند چون متصوفه در اینها بدعات به اوجش، بعضی از اونها مطلقاً با تشیع میخواند، حتی بالاتر از تشیع رفتن در عقاید، وحدت الوجودی و بسیار خرافات و مزخرفات. عین چیزی که میگویند یا علی و میگوید یا رسول الله یا شیخ عبدالقادر جیلانی همچون صالحی. این مسائل هم در میان متصوفه هست. ثانیاً اگر ما بگویم این اسم خود ساخته است، چیز جدید آمده و در دین این را اضافه کردن، ورنه در اسلام ما این چنین مسائل را نداریم. کتب حدیث ما مملو از ابواب است، در آنجا ما نمیابیم که باب ما جاء فی التصوف، باب ما جاء فی الطریقه. خب اگر تزکیه باشد، تزکیه نفس، صفایی، عبادات، مشکل نداره، درست است. اما این طریقه های خود ساخته و برای آن، خب ما مسجد داریم، اینا جور میکنن خانقاه شریف، در آنجا جمع میشوند حلقه گرد، بعدا نشسته و این بری کنه زده میرن. آخر این چی دین است؟ هو یعنی چی؟ هو یعنی چی؟ الا الله. خب لا اله کجا شد که الا الله ماند؟ الا الله، مگر الله، سوای الله یعنی چی؟ یعنی سوای الله دیگران را میپرستیم. کدام دین است؟ ثانیاً ذکر بالجار بدعت است. بدعت قرآن هم منع میکند، حدیث هم منع میکند، صحابه هم منع کرده، امام های دین هم منع میکنند. امام ابو حنیفه رحمه الله در هدایه میگوید رفع الصوت بالذکر بدعت. یک کنز الدقایق ابن نجیم عراقی، این ابن نجیم در کنز الدقایق، در شرح کنز الدقایق میگوید که رفع الصوت بالذکر بدعت عند امام ابی حنیفه رحمه الله. ذکر بالجار بدعت است. فتاوای قاضی خان می نویسد بدعت است. بدایع الصنایع فی ترتیب شرایع از کاسانی می نویسد بدعت است. امام سرخسی در مبسوط می نویسد بدعت است. احادیث را که بگذار. ابن مسعود رضی الله عنه روز کسی پیش آمد و برایش گفت که در فلان مسجد افراد نشستن و ذکر می کنند، حلقه درست کردن، پاپوش خود را، کفشای خود را در دست گرفت و می دوید. رفت گفت اگر کسی مرا میشناسد فبها، و اگر نمیشناسد من پسر ابن عبدم، انا ابن ام عبد. قسم به الله این طریقه را که شما در پیش گرفته اید، این طریقه تار و تاریک و بدعت است و شما بر اصحاب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سبقت کردید. راه و روشی که شما میکنید آنها نکردن و بعد امر کرد بکشید این مبتدعین را از مسجد. صحابه کرام زمانی که بر جای بلند بالا می شدن با چیخ صدا می زدن الله اکبر الله اکبر، محمد رسول، که پایین می شدن با صدای بلند می گفتن سبحان الله سبحان الله. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم برایش می گوید انکم لا تدعون اربعوا علی انفسکم، بالای خود رحم بکنید، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا. شما به کر و به غایب صدا نمیزنید. او ذاتی که هر لحظه و هر دقیقه به صدای شما را میشنود، علما و قدرتا از شارعم به شما نزدیک است. من صدا میزنید. از این وجه این بدعت است. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. دیروز من این آیت را گفتم، انه لا یحب المعتدین.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قرآن میگوید واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. و تاکیدات ببین، صوفی میگه این تاکیدات، صفرای من به این تاکیدات فرو نمی‌نشینه، من باید ذکر بالجهر بکنم. همش بدعت است، خلاف دین است، بجز از آن مواردی که در آن به جهر آمده، سوای آن به جهر ذکر کردن حرام است و حرام. مثلا تلبیه میگویی در زبان حج لبیک اللهم لبیک، تکبیرات تشریق است، این را به صدای بلند الله اکبر الله اکبر تا آخر میگی. اما بجز از موارد شرعی و جاهایی که در آن به صدای بلند ذکر آمده، اگر کسی در اوقات دیگر ذکر بالجهر می کند و خانقاه ها درست می کند و در آنجا حلقه ها درست می کند و پیری و مریدی و شیخ و مرشد و تصوف و متصوفه، این چیزها در شریعت هیچ گنجایش ندارد و این طریقه های خود ساخته است، خلاف دین است. خانم خلیلزاد، کسی که یکی از افغانهای مقیم امریکا و یکی از افراد بسیار نزدیک به حکومت امریکاست، خانمش یک زن یهودی کتاب نوشته و می نویسد اگر امریکا و جهان غرب میخواهند که در ممالک اسلامی عموما و خصوصا در افغانستان به منزل مقصود و به آرمانهای خود نائل آیند و برسند، باید برای متصوفه راه را باز کنند، خانقاه ها درست بکنند و با آنها کمک بکنند. در غیر آن امکان کامیابی اینها نیست. این سخن خانم خلیلزاد است. سفیر افغانستان در امریکا در عراق هم بود و سفیر امریکا در افغانستان هم بود. پس اینکه خانقاه و صوفیزم و این ذکرهایی که ذکرهای غیر شرعی است، ذکر عبادت است، یاد رب العالمین سبب ارتقای درجه است، اما به طریقه مسنون، نه به طریقه مزخرف و وضع شده خود در فابریکه خود ساخته. مثلا نماز صبح 2 رکعت فرض است، صحیح؟ نماز صبح 2 رکعت فرض و یک شخص میگوید خب نماز کار خوب است، چیش کار دارد من 4 رکعت میخوانم؟ این نماز به جهنم میرساندش. چرا؟ خلاف فرموده الله و رسولش است. پس این ذکر بالجهر در کجا آمده؟ اگر است بگوین دوستان.